المتابعين راح سيارة بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وسلم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی کنم سخن باز. ای نام تو مونسی روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. سلام علی خاتم الانبیاء، سلام علی سید الاسفیاء. محمد کی عالم پر از نام اوست، سجودی ملایی ز اکرام اوست. محبی مساکین محبوبی حق، که از شرم رویش کند گل عرق. غلامی تو شاهانی روی زمین، تو با بینایان امت قرین. بعد حمد خدا و درود و رحمتی بی پایان بر روح پیغمبری آخر الزمان، پیغمبر معظم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و برادران اهل اسلام، میهمانان خانه خدا، جمعه های گذشته در باب ذکر خیلی هم سخنهای زیادی در این باب بود، با وجودی که در دو جمعه اکتفا کردیم که زیاده از 50 حدیثی گوهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در باب ذکر وجود دارد که اگر دیگر عملها هم خیلی فضل و درجه بزرگی دارند، مثل ختم قرآن و مثل جهاد و مثل جوانمردی و دیگر عملهای نیکی که هستند، اما مرتبه ذکر از اونها بالا جا داده شد به خاطر که اونها موقت به زمان خود و وقت خود هستند، اما ذکر و یاد الله دائمی است. در هر نفس از ذکر و یاد الله غافل نباشیم که به یک تسبیح در حالت جان دادن بنده آرزو میکند و زارا و تولا میکند که الله ذوالجلال با او فرصت عطا میکند که 2 رکعت نماز بخواند و توبه کند از گذشته ها. فرصت نیست. آرزو میکند که لااقل به اقربا و فرزندای خود نصیحتی بکند. فرصت نیست. و اخیر هم آنقدر التجا میکند که یک نفس کشیدنی با او فرصت شود که یک مراتب سبحان الله بگوید و این هم فرصت نیست. به همین خاطر است که حضرت مولا فرمود که محل گشته نمی آید دوباره، زنی 100 بار سر بر سر بخواره. بدن هوشیار شوقی دم همین است، زیدن ماندی یقین جایت زمین است. و این جمعه البته که موافقی خیلی از مکتوب‌های زیادی که هر جمعه می آیند، یکی از اون برادر از نام پدرشون و خودشون خواهش کردن که پدرشون هم بیمار بوده است، رنجور بوده است. البته خواسته است که این جمعه
یکی از جمعه ها در بابی سوره مطففین از تفسیر و چیزی بگوییم و البته که آگاه بشیم که حالی بندگانی که تاجر هستند چی گونه هست و چی گونه عمل اونها باید باشد، از این ما و شما با خبر باشیم. سوره مطففین مفسرین بیان کردند که اولین سوره‌ای که آیه‌هایی که در مدینه منوره نازل شد این سوره هست، قسم اول سوره. بعضی از مفسرین گفتند که قسم اخیری هست و بعضی دیگر بیان کردند که سوره مطففین هم مکی است و هم مدنی، یعنی قسمی او در مدینه و قسم دیگری او در مکه مکرمه نازل شده است. یعنی همه سوره های قرآن مکیت او مدنیت، یا در مکه نازل شده هستند یا در مدینه طیبه نازل شده هستند، لیکن بعضی از اونها قسمی از اونها در مکه و قسمی از اونها در مدینه نازل شده هستند. و این سوره مطففین هم در مدینه نازل شد زمانی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که از مکه مکرمه به مدینه هجرت کردند در روز دوشنبه، در مدینه وقتی که پیامبر قدوم آورد که مردم مدینه قبل از آمدن رسول اکرم به نام یثرب مشهور بود. یثرب خودش کلمه ناخوبی بود، رسول اکرم اون مدینه نامگذاری کردند و منوره به خاطر که پر انوار پر نور قدم مبارک رسول معظم اسلام وقتی که به مدینه رسید اون منور شد، پر نور شد. به همین خاطر است که مدینه منوره یا مدینه طیبه گفته می شود. با وجودی چقدر اعزاز و اکرامی که رسول معظم اسلام پیشواز گرفتن اهل مدینه، دوست داشتن مردم مدینه، این چی است؟ دوست داشتن الله است و بر دیدن انصار، بر دیدن اونهایی که بر مهاجر مدد کردن، این همچنان است که بر دیدن الله است. این چی؟ به خاطر که مردم مکه مکرمه که وطن رسول اکرم بود، همه اقربا، همه خویش و تباری رسول اکرم از مکه بود، اما زمان هجرت کرد که قصد قتل جناب سرور داشتند که از هر قبیله افراد را جمع کردند تا که در اون شب رسول اکرم به قتل برسانند. و آیه مبارکه نازل شد، رسول اکرم در اون شب علی رضی الله عنه در جاگه خواب رسول اکرم در آمد و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اولین خانه‌ای که در او را کوفت خانه ابوبکر صدیق بود. صدیق اکبر زمانی که از هجرت پیامبر آگاه شد، از خرسندی بسیار اسماعی دختر ابوبکر صدیق قصه میکند که پدر من میدیدم از شادی بسیار، از خرسندی بسیار میگن، اشکهاش میگن از چشم جاری بود. از چشمهای ابوبکر صدیق بر رخساره ها بر ریش مبارک و زمین چکان بود و این طرف اون طرف از اضطراب و سراسیمگی بسیار در هیجان بود. از خرسندی زیاد که من همراه پیامبر خدا هجرت میکنم. محبت ابوبکر صدیق قبول که چگونه هست. و همین خاطر است که رسول معظم اسلام سوال کردن که ای فرستاده خدا، در دنیا از همه زیاد کی را بسیارتر دوست می‌داری؟ رسول اکرم فرمودند ابوبکر صدیق را. ابوبکر را گفتن از زنها از همه زیاد کی را دوست می‌داری؟ گفت دختر ابوبکر را که عایشه صدیقه طاهره مادرمان دختر حضرت ابوبکر صدیق بودند. و رسول معظم اسلام زمانی که به مدینه رسیدند، در مدینه مردم در باب خرید و فروش انصافشان خیلی کوتاه بود، از بس که در آنها امر جاهلیت وجود داشت. حضرت عبدالله ابن عباس
شاه مفسرا پسر عمک رسول الله بیان میکند که لما قدم نبی صلی الله علیه و سلم مدینه، وقتی که پیامبر خدا قدم آورد به مدینه منوره، كانوا اخبث الناس كيدا فانزل الله سبحانه ويل للمطففين. وقتی که پیامبر قدم آورد، اخبث پلیدترین مردم در بین عرب اون مردمی یثرب بودند که در کیل وزن خود بسیار بی‌انصافی میکردند. یعنی کیل وزن، کیل گفته پیمانه، تا وزن گفته کیلو، هم در پیمانه و هم در کیلو در وزن انصافی نداشتند. الله ذوالجلال این سوره مبارکه را فرستاد برای اونها و بعدا در کیل وزن بهترین مردم شدند. الحال هم بهترین مردم هستند. در پیمانه کرده چین کرده دادن و در وزن کرده. عادتا پیمانه امروز که مثلا در زمان ما و شما کم شده، قریب نیست شدگی است، همه با وزن گشتگی است. بیشتر مثلا برنج، گندم و آرد و دیگر پیمانه قطع سودا میشد. امروزه باشد همه با وزن است. البته عرفی هر کجا چی که باشد اون جایز است. این هم درست است که در عرف ما و شما اون اشیایی رو که به پیمانه باید بگیرن با وزن میگیرن، این درست است. اما فقط باید که در حالت پیمانه و در حالت وزن انسان خلاف نکند، انسان خیانت نکند در حق یک برادر مسلمان که حال او را الله ذوالجلال در قرآن بیان کرد. الله ذوالجلال برای این گونه مردم ویل گفت، برای او تاجری که از حق مردم به ترازوی خود گرم میزند، یا بعدش نصف کیلو رو میزند، یا بعدش در متریال خریدن همون متریال امروزه میدویدگی است، میدوانه او را یک وجب یا نیم وجب او را از خریدار فریب کرده میگیرد. برای این گونه اشخاص الله ذوالجلال سوره مطففین فرستاد. الله ذوالجلال بیان کرد که استعذ بالله ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الله ذوالجلال بیان میکند که ویل للمطففین، ویل گفته اصلا به معنای وای میاد. این اگر در عرف ما و شما مردم اگر کسی را که حالش بسیار بد باشد یا مصیبت به او اگر روبرو شد میگن که وای بر حال او، یا میگن که وای بر جان او، وای بر جسم او، وای بر حال او، وای میگن. این در عرب ویل میگویند. الله ذوالجلال ویل گفت برای کی؟ برای کسانی که للمطففین، مطففین کیا هستند؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس، وقتی که او برای خودشان اگر به شرطی که چیزی بگیرند به پیمانه یا به وزن و به کیلو بگیرند، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، به پرگی میگیرند، او را به پرگی حساب کرده چین کرده میگیرند. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، و اگر پیمانه به دیگر کس بدهند او وزنوهم یا وزن بکنند یخسرون، اونها را از وزن بدگی خودش کم عطا میکنند. خدا بر این گونه آدم ها ویل گفت، یعنی وای بر حال انسان ها. و ما و شما بدانیم که فریب دادن مسلمان فریب دادن الله است. خیانت کردن بر مسلمان خیانت کردن الله است. یک مسلمان به خاری انداختن این آنچنان گناه دارد که البته که یک دل آزرده کردن هم در احادیث پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم بیان کردند که اگر یکتای شما خانه کعبه را با بیل و کلنگ اگر زده چپه کنید، خشت و سنگ او را هموار کنید، به خاک یکسان کنید،
خانه کعبه را گناه این سبکتر است از گناه کسی که دل یک مسلمان آزار می‌دهد، زخم بر دل یک مسلمان میزند، زخم زبان میزند که زخمی که در بدن انسان است او جراحات السنان لحلتیام ولا یلتام ما جرح اللسانو. در شرح ملا جامی میگفت که یک مسئله میآورد که جراحات السنان لحلتیام، اگر جراحت شمشیر و نیزه بر پوست و بدن یک تی از ما و شما برسد، با واسطه علف و دارو، با واسطه مثلا دارو و طبیب ها و خیرورگ ها او جای خود پره میکند و ابرا میآید، صحت میشود. جراحات اللسانی، جراحات السنان لحلتیام و جراحات اللسان، جراحت هایی که به زبان زده می شود اونها به هم نمی آیند. یعنی سخنی که زخمی زبان اگر به انسان زده شود جای او به ابرا نمی آید، صحت نمی شود. پیامبر گفت خانه کعبه چپه کردن و ویران کردن گناه این سبکتر است از گناه کسی که دل یک مسلمان آزرده میکند. تا دل مرد خدا نامد بدل، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. همون وقت دل یک مرد خدا به درد می آید و آه می آید که دعا میکند، عشق پیدا می شود که خدا یک قوم خراب میکند، یک مملکت نابود میکند و سبب یک مرد خدا را دلش آزرده شده، و سبب یک مرد خدا را آزرده. آتشی سوزان نکند با سپند آنچه کند دود دل مستمند. و او بنده ای که یک مسلمان فریب میدهد در فروختن، در پیوانه یا در وزن، الله ذوالجلال برای ویل گفت وای بر حال او. دیگر مفسرین بیان کردن که ویل گفته کجاست. ویل گفته بیان کردن که ابن عباس که شاه مفسرها هست در زمان رسول اکرم، در زمان صحابه، در بین صحابه ها مثل عبدالله ابن عباس کسی تفسیر خوب نمیدونست، شاه مفسرها هست. در فقه، در مسئله و در سؤال و جواب مثل عبدالله ابن مسعود کسی بزرگتر نبود. در فقه شاه مفسرها همین ویلی گفته الله ذوالجلال خود تفسیر کرد که چیست. ابن عباس انه قال انه واد فی جهنم یسیل فیه سدید اهل النار. عبدالله ابن عباس گفت که ویل گفته در قعر دوزخ یک وادی هست که یک وادی در جهنم است از آتش دوزخ که در اون فقط سدید اهل النار با او روان می شود. یعنی جاری است در اون زرداب و چیرک و ریمه که از وجود دوزخی ها بدبوی جاری می شود. همون را وادی ویل می گویند که از بوی بدی او، نفرت او، حتی دوزخی ها با خدا پناه طلب میکنند که خدایا ما را از این وادی و از این بدبویی او خود نگه دار. خدایا گفته دوزخی ها که در دوزخ هستند از او وادی که در قعر جهنم است با خدا پناه طلب میکنند. تاجر که آگاه باشد بداند که حق مردم خوردن چگونه است. حق مردم دهد لذت به کامت، گلوگیر است در روز قیامت. در اول که لذت به کامت میدهد در خیال میآید که کسی را فریب دادی فایده کردی، اما یقین بدان که نه، فایده نکردی، خسران کردی، ذلیل شدی، خار شدی. کرامن کاتبین راست و چپ دو طرح علاقه ثبت کردن که این بنده یک مسلمان فریب داد، این بنده یک مسلمان را خیانت کرد. کرامن کاتبین شاهد است، الله ذوالجلال شاهد است، زمین شاهد است. آن چیزی که در بالای زمین می شود زمین شاهد است، کرامن کاتبین شاهد است، الله ذوالجلال خود شاهد است. پس بنده در حالتی که یک بنده دیگر که فریب میکند آگاه باشد که الله با او نظر کرده ایستاده است.
چگونه یک مسلمان فریب میکنی؟ اگر او فریبگر در یک روز اگر هر چقدر سودای خوبی هم داشته باشد، اگر در یک روز هزارها دلار هم اگر که سودا بکند، اما خدا برکتی را همچنان گرفتگی هست که باز به قرض و قوالت روزی خودش میبرد. باز خانه و درش هم ولنگار است، گشنه و تشنه هست. یا اون مبلغ زیادی که دریافت میکند از حرام میآید، باز به حرام میرود، از حرام حاصل میشود، از حق مردم خوردن باز به یک ظالمی، به یک چنگ یک ظالم گرفتار میشود که اون حرام ها را با اون حرام برده میدهد. اگر در دنیا چگونه ضرر و خسران است، اما در آخرت چگونه باشد، او بنده باید که خودش باری هم اندیشه بکند. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون. یا اینکه در اون زمان مردی بود جهینه که دو ترازو داشت و یک ترازو در حالت خریدن خرید میکرد حیوانا و وزن به خودش، و در حالت فروختن ترازوی دیگری داشت. یعنی حرکت میکرد که هم از فروشنده به فریب بگیرد و هم در حالت خریدن ترازوی او کم نشان میداد و زیاد میگرفت چند مقداره، و در فروختن ترازوی داشت که مثل امروزه واری پروژینی همون را بسیار میکشن ملایمش میکنن که علاقه چیزا در رو بار نکردن نیم کیلو میبینی نشان داده ایستاده است. او بیچاره همین طریق بود. بعضی از مفسرین گفتن که این آیه در حق اون نازل شد و در حق اون نازل شدن و معنای اینه که برای او تمام شد، ختم شد، نه، تا این روز او بنده که همین خیلی ترازوها دارد آگاه باشد که ویل للمطففین، خدا برای او گفته است که مسلمان باید خیانت نداشته باشد. هستن امروزه بعضی از کیسه ها را میشنویم از مردم بازاری، الحمدلله که چند سال اخیر خیلی خوب شده است، خیلی و خیلی هم سوداگرها خوب شدگی هستند. در وقت نماز جمعه میخونن، ترک نفس شیطان میکنن، در وقت نماز 5 وقت نمازشون میخونن، خیانت ندارن. حتی اکثر اونها سوال ها میکنن که با ما مقدار فلان آدم، یک آدم نمیشناسیم، پولش زیادی با ما مونده است، چیکار کنیم؟ یا بعضی از تاجرها میان بیان میکنن که فلان آدم اومد اشیای خودش ماند فراموش کرده برفت، یک ماه از چیزی او را من در دکان موندم، کسی او را صاحبی نمیکنه، چیکار کنیم؟ از این مسئله ها سوال میکنن. این سوال ها دلالت بر اون میکند که این بنده های مسلمان، این تاجرها مردمی با ایمانی هستند، با اسلامی هستند. اما وجود دارد در بین اونها که حرام فروش است، حرام به حرام کسب و کارش آلوده میکند، که حالا که کسبه تجارت خودش کسبه بهترین است. رسول معظم اسلام هم تاجر بودن در ابتدای عمر، مالهای خدیجه مادرمان برده تجارت کردگی بودن. حضرت ابو حنیفه هم با خود چی بودن؟ متاع فروش بودن، مخصوص جای متاع براری داشتن. اصلا در کتاب ها زیادتر به همین طریق آمدگی است که حضرت ابو حنیفه متریال فروش بود، متاع میفروخت، توبهای متریال بر هر کجا و شهرها گرد. لیکن قول اصح ترین همین است در واقعات حیرت انگیز ابو حنیفه که قول صحیحش همین است که از خود مکانی بود، جایی بود به مثل سیخ‌های امروزه واری که در همونجا خود متاع تیار میکردن که به اطراف اکناف دنیا او را تجارت میکردن. تجارت او را چکار میکردن؟ و مردم تجارت حلال داشتن. اما شنیده میشود که حتی بعضی ها در بعضی قطعه ها از همون مقدار قطعه در تکش بود چند مقدار دیگه است پر کردگی جا است که کمتر ببرد. در سودا کردن چنین ها رو میشنیدیم. یا بعضی از آدم ها بودن که انگشتاش در مثلا بنکه میموند و برداشتن در علاقه 1 گرم نیم گرم یا قطعی انسان باید بدولت نمیشه آداخی. کسب و کار شما حرام میکنین، بی برکات میکنین. گرفته او را چیکارش میکرد؟ یک خریدار فریب میداد یا یک چیزی به صفت به مثلی صفت نوع اعلا گفته میفروشد. اینها فریب دادن مسلمان، فریب دادن الله است.
یا اینکه کسی را بار کیسه کرده بودن، یک در حوالینش چهارمغزی داشته است، درخت کلان که سر بناوده میگرفته است، همش چهارمغز کوچک، همون را یک قابچه کوچک میگرفته است، دو قابچه چهارمغز مغزدار میخریده، عرلش کرده میفروخته است. انا اسلام را ببین در کجا است اکنون، انصافی آدم در کجا است. باری اگر او انسان اکنون معرفیش نکردن کیست، اما باری از دهات است. باری همون با او سوال بتیم که تو وقتی که خیانت در حق یک مسلمان میکنی و الله با تو نظر کرده ایستاده است، حالی تو چی میشود؟ تو چگونه مسلمان هستی؟ وقتی که انصاف و عدالت و شفقت و رحمت و مهربانی و عطوفت و همه گومانیزم وقتی که در اسلام باشد، پس تو چگونه مسلمان هستی که اشیای بی‌مغز تو گرفته در یک مسلمان فند کرده میفروشی که او بنده در خجالت میماند. این چنین هم هست. یا اینکه ترازوهای هست، در خریدن یک ترازو و در فروختن دیگر ترازو دارد. آگاه باشیم اهل اسلام، اونهایی که به این کار سر کار دارند، بدانید که خداوند برای شما ویل گفت به حال شما، ویل للمطففین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حدیث در این باب وارد کردن که 5 ب50، 5 و 5 دیگر، یعنی 5 عمل بنده میاد که الله ذوالجلال او را به 5 مصیبت گرفتار میکنه. این را پیامبر خدا میگوید، معجزه رسول اکرم که او بنده هایی که به این عمل سر و کار دارن، این روزه میبینی که روزی بهی نداره، حلالی نداره، از حرامش میکنه با به حرام مده میرود. رسول اکرم گفت 5 ب50 ما نقض القوم العهد الی تریهم عدوهم. رسول معظم یکم هم که هر بنده که وقتی عهد شکنی میکند، وعده خلافی کند، عهد میکند، عهدش میشکند، نقض عهد میکند، پیامبر او را آگاه میکند که بداند که دشمن او بر او غلبه میکند. رسول اکرم رسول علیهم عدوهم، دشمن او غلبه میکند وقتی که عهد شکنی کرد بنده، وقتی که وعده کرد و وفا نکرد، یا وقتی که یک بنده را به حالت قرض نود و الکی در نیت خود میگذراند که قرضی را گرفته استفاده میکند، راحت میابد، پول میابد و اما قرضی را ادا نمیکند، بداند که برای گرفتن خدا بسر او یک واقعی دارد، پول از دستی و هلاک میشود، نه پول جا میتونه نه قرضی را دارد. وقتی که عهد شکن مسئله داشتید، بداند که دشمن بر او غلبه میکند. و ما حکموا بغیر ما انزله الی فشا فیهم الفقر. در جا که الله اگر که نفوذ هست، در گونه که حکم الله پشت سر میکند، یک طرف میکند و یک حکم مخلوق ضعیف چهار از حکم بالا میدوند. ما آگاه که پیامبری گفته ایستاده است که فقر منتظر باشید، کم بغلی را منتظر باشید، فقر را منتظر باشید، خشاقی را منتظر باشید، تنگ دستی را منتظر باشید. وقتی که حکم خدا را شما پشت سر کردید، حاکم باید الله قبل از حکم خودش بداند خدا چه کرد و بنده چی میگوید. بعضی احکام هست که دیده میشود که من حکم چه از حکم خدا بالا میدوند. بعضی عمایز در قانون، بعضی از بنده ای که باید اندک بالا شما نفر با بدنش آنچنان تکبر می‌ورزد که خودش را که دایره انسان بالاتر میداند. حالا که کردن که خود کی است، یک آب حرام، یک مشت خاک، هیچ انسان برنده آب حرام و مشت خاک دیگر چی است؟ دیگر کجا میگیرد؟ دیگر به کجا میرود؟ الله جلال در حدیث بیان میکند من لم یرضى بقضائی ولم یصبر علی بلایی ولم یشکر علی عمایی فلیخرج من تحت السماء و فوق الارض فیطلب رب بصیرا. خدا میگه که ای بنده های من لم یرضى بقضائی، کسی از شما به حکم راضی نیست، کسی که به حکم خود نباشد، ولم یصبر علی بلایی، بر بلا صبر نداشد،
ولی شکر علی نعمای نعمت‌های دادگی من خدا میگه شکر نداشته باشه الله میگه بلکه مرا باشی بر نعمت‌های دادگی من شکر نکنی بلاهای من صبر نداشته باشی فلیخرج من تحت سمای از تحت آسمان و بالای زمین خارج شد رب سوا خدای دیگر طلب کن از تحت آسمان و بالای زمین در کجا می رود الله بیان میکند که و ای المسیح شما باشه که بازگشت شما فقط به سوی من است شر بازگشتی نداری اگر دوی طبیب ها باید میداد پادشاه ها میموندن هر یک پادشاه به خودش 20 طبیب دارد دل و از سر و دست از پا از خوردن از تمام عضو بدنش طبیبی علاهیده دارد اگر این طبیبا که فایده میدادن اینهایی که درزه دلار را برده در جهود میتن اینها نمیمردن هم نمیشیده اما میبره و میتواز شکار میمرد از مولوی جنون یا نفس بارا از میست جایی میگفتی من باز میگه هزاران شاه از تخت روی تخت میارن کفی خواهن شاهان جهان از هنگ زایی افتر سیش قبرشن شمن از دراز کرد با کفن گفتا از سخاوت شرم مدار از مال جهان همین مسیح سرم رسول معظم اسلام باید میگه زان حکم الله را شما کشتین فقر منتشید شما بخواهید که شما زیاد استغفار زیاد شما بخواهید که کاری شما شوش پیدا کند رزق روز زیاد نماز تهجد بخونید در شب نماز خونید رو برگاه الهی بیارید فقط و فقط از الله کنید از مخلوق طلب نکنید از بنده طلب نکنید تا که علی رضی الله عنه میگفت اگر بندی پتینکه شما کند شود شیز نعل شما از طلب که خدای به من بندی نوی عطا بکنید حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه رئیس و سرمایه جهان میگو از نام الله که تو زیمن هیزم و شیر و نمک و دیگ بخواه ای بنده تو زیمن هیزم و شیر و نمک و دیگ بخواه برای هر چی که خواهی بطلب شرم خدا بیان میکنه که هر چیزی که شما از من خود بخواهید خدا خود بعد ادعونی استجیب لکم خانه ما را اجابت نماید خدا جیسش فیسق بجای او جاری شد پیامبر خدا گفته ایساد است نه یک کسی یک آدمی عادی نه یک عالم و داملا و اولیا فرستاده بیان میکنه که ای امتی من شما اگر بر حکم فیسق و فجور جاری کردین منتظر کمبغلی و قشاقی و کمبغلی و بینوایی بشید منتظر باشید که شما متحد بیانه ولی حکم خدا وقتی که جاری شد شما رزق شما را الله زیاد میکنه در دوام حدیث برگم گفت ولا ظهرت فیهم الفاحشه الا فشا فیهم الموت رسول اکرم از پنج بیان کردگی سیم شگفت که ظاهر نمی شود فحش فاحشگی در بین امت من مگه چی فشا فیهم الموت مرگ و میر زیاد می شود میر شود مرده زیاد می شود جوان مری زیاد می شود مرگ زیاد می شود وقت پیامبری بیان کرد که وقتی که فحشا در بین شما زیاد باشد وقتی که منکر در بین شما زیاد شد وقتی که فاحشه زیاد شد وقتی که جلال شد وقتی که مردهای بی ناموس بی غیرتی فاسق بدبخت که کسب زیاد کرد از صافتی این لعینا شما بدانید که مرگ زیاد میشه در مملکت مرگ زیاد شود یا پیامبر گفته ایستاده است نه کسی دیگر فحشا وقتی که زیاد شد وقتی که دختر مسلمان یعنی مسلمانی تاریکی که دعوا نداری خدا هستم امتی رسول الله هستم نامی که در حبیب اعظم هستم اما در تین نطفه کن وقتی که جا میگیرد اون ناس کجا میشه و غیرت کجا میشه مردن او خیلی جمعی تر است که زن مسلمان پاک دامن ملت شد کیم نام بلست که زنبور و سنبقه میخوردگی بیاید در زن مسلمانی هم بابنم یا یک بدینه که مسئله که خدا میدوند اسلام نمید خود نمیدونه کی هست خودش نمیدونه پلیدی نجست اما وقتی فحشا زیاد زن مسلمان خوابگی که کرد نطفه حرامی و در مسلمان جاگیری پیامبر چی میگه منتظر باشید میر در شما زیاد شود وقتی که فحشا زیاد شد که منکر شد
در دوام. اما اسلام چی میگوید؟ خدا چی میگوید؟ خدا بیان میکند شما زنا نکنید ولا تقربوا زنا. اسلام بیان میکند ولا تقربوا زنا. خدا در قرآن نگفت ولا تزنوا زنا نکنید، بلکه گفت ولا تقربوا زنا. خشم به زنا. قریب شدن به زنا چی است؟ بعضی برهنه سلام کردن و کنار است، دربری و نشستن و صحبت کردن، اینها حرام هستند. نه اینکه بعضی از مسلمان دیوس ده میشود که همسرش هر طلبان گفته وی چرکن در خانه شده میمانه و خوده و طلبشون در خانه شده باید بودن و مرد خوب است. او از زنده بودنش در مرده بودنش بیتر است که همسری او برآمده به یک دیگر سلام کرد در این کجا رفته سیر سیاحت. این کفار است. عادت مسلمان نیست. مسلمان ناموس دارد، غیرت دارد، مسلمان پاک دامن باید باشد. این خدا برای ما شما امر میکند ولا تقربوا زنا. خدا باید میکند که قریب نشوید به زنا. رسول اکرم بیان کرد که وقتی که فحشا در بین شما زیاد شد، شما منتظر باشید که مرش در شما زیاد میشه، یعنی مرگ میری جوان در زیاد میشه. در حدیث پیامبر خدا گفت ولا تفففوا المکیال الا منعوا النبات و اخذوا السنین. رسول اکرم بیان کرد شما گروهی که هستین 5 به 5 گفته بود، شما در ترازوها در وزن در پیمانه تو فریب نکنید. اگر بازار و در سوداهای شما از گرم شکر بزنید، از گرم برنج بزنید، از مثلا خند دیگر بزنید، یا آرده ها 50 کیلو گفتگی است، یگان قابچه یک تنه قطعه 50 یا 48 است یا 49 یا 49 50 یک تنه ایمان کجاش برای ها کم کسی که نمود ایمان اسلام کجا شد. پیامبر خدا بیان کند که اگر در دیال در وضع در بیانه اگر وقتی که شما خیانت کردین یک مسلمان فکر کردید منع النبات و اخذوا بالسنین، رستنی اونها من می شود و قحط سالی را شما منتظر میشید. یعنی چهارم چیزی که به 4 چیز رسول اکرم بیان کرد وقتی که در ترازو فریب شد، در کیلو فریب شد، در پیمانه فریب شد، رستنی ها نمی شود دیگر. الله عزوجلال باران رحمت شد دیگر امر نمی کند نمی بارد. وقتی که باران رحمت بارید غله نمی شود. غله که نشد همه روستایی ها که نشیدن چی می شود؟ خشک سالی و قحط سالی می شود. پیامبر خدا گفت از این 4 کنید اینا و ردیب پنجم رسول اکرم گفت ولا منع الزکات الا بسعلم القدر و من نکنید شما زکات را مگر که الله عزوجل نمیکند از شما باران را. وقتی که شما زکات های مالتون ادا کردین منتظر باشین که بارندگی بس می شود، قحطی می شود، خشکسالی می شود. الله عزوجل باران میکند وقتی که شما زکات مال هاتون ادا نکنید. زکات مال برآوردن حق و حق مسکین است. الله عزوجلال حق فقیر و مسکین و بینواهایی که هستند اون بنده هایی که فراوان عطا کرد با او امر کرد که شما زکات مالتون به فقرا و مساکین بدین. فقیر مسکین که در فقر و مسکنت خودش اگر صبر باشد، قناعت داشته باشد، الله عزوجلال او دوست می‌دارد. و ثروتمندی که بای و بدولت ثروت باشد و ثروت داده الله شکر بکند، زکات مال و عشرش ادا بکند، الله عزوجلال او ثروت دوست می‌دارد. وای بر حال او سوداگری که کاه در یک وجه بارلی حالا که بچه‌ها که یک وجه رو از حق سامان میزد یا 5 گرم از حق یک چند ماند میکنه یا یک 10 سوم در یک روز درآمد میکردگی باشد 500 سوم او ضرر میکنه که یک مصیبت الله بسر میاد که 500 سوم او ضرر میبینه. در حوالی ببینید همین ایسایی که با فند و فریب و با حیله‌گر مشغول هستند مراتب نفس شیطان او را به های خواهشی نفس شیطان میکنه، یکی در قبل میزند در یک حال میزند که دیگه هزارها میبراید حتی از خانه و دری خودش خانه و دری حلال خودش خلاص میشه. این دیگه ثمره همون بنایرنگی هست که البته فریبگر میکند که 5 را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما و شما بیان کرد. الله عزوجلال در دوام این آیه مبارکه باز آیه های دیگر را بیان کرد که بسم الله
الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین. صدق الله العظیم. خدا بیان میکنه که الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا این بنده های در کیل و در وزن و پیمانه و کیلو فریب میکنن، در متر فریب میکنن، در متاع بنده های خدا را، مسلمان ها را، الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا اونها گمان نمیکنند که روزی برانگیخته میشوند و پرسیده میشن روزی؟ این دنیا به حساب و به کتاب نیست. یک زواد، یک فابریکه و یک مکتب و یک خانه و خودش حسابچی دارد و خودش سوال جواب دارد و خودش در هر 6 ماه و یک ساله چیکار میکنه، درآمد بالا میسنجد، میبیند چقدر درآمد چه کی خیال کرد. اما الله ذوالجلال ما و شما را چیکار کنه؟ پرسیش نکنه. خود بیان میکنه برای همین حق منفورها و ظالم ها و متجاوزین، این فاسق و فاجری که مسلمان فریب میکنه، خدا میگه که الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا او گمان نمیکنه که مبعوث میشن؟ آیا بیاد نمیارن که الله ذوالجلال پرسید کند؟ یک بنده بیچاره در یک معرکه بنوار میگیرد یک بنده را، کی رقص میکند، کی میجنبد، کی میخندد، کی سخن خوب میگوید، همش ثبت میشد، بعد از اون را تماشا میکند. یک کامره یک آدم ایره میکند، اما الله ذوالجلال کامرهایی دارد که در چشم ما ناظران و کاتبین هست که از همه افعال ما و شما او باخبر هستند. کاتبین یعملون تفعلون، کرامان کاتبین فرشته های گرامی هستند که یعلمون ما تفعلون، ما میگوید میدان آن چی که شما میگید، چیزی از او پوشیده نیست. اونها را فریب داده نمیشود، چیزی در دل او چی پوشیده نیست، همه را او اصلا ثبت میکنند. الله ذوالجلال میکنند و چیکار میکنند؟ از اینها پرسش میکنند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، در روزی بزرگ، یوم عظیم، یوم القیامه، یوم الدین، یوم الحساب، روزی هست که الله ذوالجلال در اون روز بنده ها را چیکار میکند؟ در خود پرسش میکند که بنده تو جواب بگو که چیکار کردی در دنیا. اون دسته هایی که تو گرم کردی، اون دسته هایی که تو فشرده کردی، اون دسته هایی که تو اون مسلمان را فریب کردی، حقی مردم، اون دسته ها خودشان جواب میدهند، نه زبانی تو. الله بیان میکند که الیوم نختم علی افواههم، روز قیامت خدا مهر بر آنها زده می شود، آنها پیچک زده می شود، حق نزنه دیگر. الیوم نختم علی افواههم و تکلمونا ایدیهم، دسته های شما تکلم میکنند، گام زده تکلم ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا، و شهادت میدهد شما بما کانوا یکسبون، کسب کردن در دنیا. این دسته ها چی کسب کردن؟ هر یک انگشت در شما نزد جا می‌گیرد. روز محشر هر نهان پیدا شود. مولای روم در مثنوی میگفت همین آورکره که روز محشر نهان پیدا شود، هر همه عزمی ملی رسوا شود، دست من چنین دزدیده ام، دست بیاد من چنین دزدیده ام، پای گوید من چنین جا رفتم. اون دسته ها جواب میتن چگونه حقی مردم در فرازو میزن، حقی مردم دزدی میکرد، یا چگونه بعضی از اشیاء رنگ و بشمند میکنن، یک مثلا چیزی به صفت صفتناک گفته سودا میکنن. دست گوید من چنین دیدم، چشم گوید کردم غمزه حرام، گوش گوید دیدم سوء الکلام، چشم گوید کردم غمزه حرام، هیچ شما هم شهادت میتن چکار کردن غمزه حرام، به نام نگاه کردن، به زن و دختر مردم خیانت کردن، چشما خودشان شهادت میتن. هر یک کوره چشم ما و شما را 9 فرشته حفظ میکنند. 9 فرشته. این بینایی را کسی به ما و شما داده نمیتونه. یک یهودی فقط یک پرده را از چشم میگیرد و یک لنز را میماند، اینقدر وصفش میکنن که این خیلی است، او خیلی است، فلان است، زور است. او الله ذوالجلاله که چشم بینا عطا کرد، گوش شنوا عطا کرد، دست گیرا عطا کرد، پای روا عطا کرد، چی برای چی را وصف نمیکنی؟ چشم گوید کردم غمزه حرام، گوش گوید چیدم سوء الکلام،
گوش ها بیان میکند که من سوء الکلام سخن بد گوش میانداختم، غیبت گوش میانداختم، سیر یک نفر گوش میانداختم که چی میگوید. گوش ها را من گوش میکردم، خبر برده در جای در کار میرساندم. او گوش ها شهادت میتن. او گوش هایی که امروز گوش میکنند بعضی از علما را بر دروغ در جا برده با دروغ گفته میرسانند، او گوش ها شهادت میتن، او زبان ها هم شهادت میتن، او لب ها شهادت میتن، او چشم ها شهادت میتن، جای نشستگی شهادت میتن، کرامان کاتبین شهادت میتن. الله خود شاهد است. چشم گوید کردم غمزه حرام، گوش گوید چیدم سوء الکلام. گوش ها در اون روز شهادت میتن که غیبت گوش میانداختم، غیبت که میکردن من نمیکردم اونها را. فحشا و موسیقی و برهنه و نیم برهنه را تماشا میدیدم، چشم میگن، گوش ها میگن صدای او را میشنیدم من. وای بر حال گوش چشم که حالی او چی میشیده باشد. گوش گوید چیدم سوء الکلام، پای گوید من برفتم تا مینا، خرج گوید من بکردستم زنا. پاها میگوید که تا کجایی که رفت پاها شهادت میتن. مسجد رفت، مدرسه رفت، تعلیم رفت، برای شنیدن امر به معروف رفت یا برای فسق و فجور تماشا رفت، پاها شهادت میتن. پاها شهادت میتن که چگونه قدم زده برای زنا کردن رفت، چگونه قدم زده برای دروغ و بهتان رفت، چگونه قدم زده برای خیانت یک مسلمان رفت. او پاها شهادت میتن. خدا میگه پای گوید من برفتم تا مینا، فرج گوید من بکردستم زنا. همون حتی آلاتی که در مرد زن است اون هم به زبان میآید میگوید که من زنا کردم. یه روز قیامت اون زناکار در تابوت آتشی انداخته می شود که از طول و حول و تسب و بو و نطفی بدی او 500 ساله ره بوی بدی و به مشام دوزخی ها می رسند که مردم از اون نفرت می کنند. او شراب حرامی که به حلق می ریخت و جرعه را در می کشید و مست شده ابلهانه هر چیزی که از دهانش می آمد از زردا و چیرک ریمی که از فرج زیناکارها باز جاری می شود او را عرق در او قیامت شکار او را نشانده می شود. و شرطی که به توبه مرده باشد، هر گناهی که نباشد بغیر از شرک، بنده وقتی که توبه کند رو به خدا بیارد خدا بخشنده. اما اگر به توبه مرده باشد انا همین عذابهای گفتگی را منتظر باشد. فرج گوید من بکردستم زنا، یعنی در اون روز چشم و گوش و حتی فرج و پاها و دستها همه در روز قیامت شهادت میدهند. خدا بیان میکنه. و او دستهای سوداگری که ویل للمطففین، الله ویل برای اونها گفت، قعر جهنم برای اونها بیان کردن، جای او بنده می شود که در دنیا در سودای خود فریب داشته شد. اصلا هم ببینیم در تجربه همون سوداگری که سودا میکند فریب در او وجود دارد، کسبش برکت ندارد، کارش برکت ندارد، زندگیش برکت ندارد، از سحر تا بگه جان میکند هیچ نفع ندارد، عصبی آرام ندارد، قلبی آرام ندارد، همه چی از ضرر است. امروزه هم که باشد تاجر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث بیان کرد در وصف تاجری مسلمان راستگو چی گفت؟ عن ابن عمر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم التاجر الامین الصدوق المسلم مع الشهداء یوم القیامه. رواه ابن ماجه. در سنن ابن ماجه بیان کرد که پیامبر خدا بیان کرد که سوداگری راستگوی امینی عفیفی پاک روز قیامت همراه شهدا محشور می شود. شهیدی که فی سبیل الله در راه خدا برای اسلام، برای دین، برای وطن شده، وقتی که کافر او را با تیر زد و تیکه و پارش کرد که هر یک قطره خونی او روز قیامت شهادت میده، انا همین سوداگری تاجری راستگوی خیانتکار نباشد، سوداگری با وفا مهربان مشفق وقتی که باشد، راستگو باشد،
فریب نداشته باشد روز قیامت همراه همون شهیدها محشور می شود. ولی امروز سوداگرا را ببینیم، همین یک قریب یک سال نوی مسیحی ها نزدیک شدید، سال نوی مسیحی ها هستید، نه از ملت تاجیک است نه از اسلام است. هر روز 100 بار همین به تلفنی میپرسن ما چیکار کنیم، کجا بریم، چیکار میکنیم، کجا بریم. این سال نوی یکم ینور این مولود حضرت عیسی است، عید خریستیان ها است، عید مسلمان ها عید قربان است، عید رمضان است. اما از ملت تاجیک باشد، در تاریخ تاجیک از اولاد سامانی ما آمدگیم، در تاجیکان هم که بخونید هیچ کجا نیامد است که یکم ینور ما و شما مثلا که دیگر کارا بکنیم. هر روز نه سوال بتن 100 بار نیست، در اسلام نیست، در ملت تاجیک هم نیستیم. اگر چندی که مثلا حکومت هم که حکومت ما غیر اسلامی است، دولت ما اسلامی نیست، چیکار میکنه نمیکنه، قید میکنه نمیکنه، اما چی میبینی که مسلمان ها چیکار میکنه، سوداگری مسلمان بعد میروه از خیطای خلافشکه میگیره میاره. حال مسلمان رو ببین، یک کدام جنازه بود در کدام محله بود نامش نمیگیم، رفتم امروز در جنازه در حالت میت آوردگی امر معروف نهی منکر سخن کردن نمیشود، از همون اطراف کودکای اون مردم از طرفا پرک می‌آورد. آیا مردم شما کجا رو نگاه میکنید؟ و امروز اگر همون خلافکار معلم بیا خانه شما را کیسای کودکاتون بکوه، یا کیسای کودکای شما را و خانه شما را یک تا به یک تا در آیله شما ملیسه بیا بکوه، و شما خدا را حاضر ناظر نمیدونید. خلافکار علی همدانی کفان ترقص کرد در قدر کوچه فرزند داشت، یا اسماعیل سامانی، همه ما میگیم در مذهب امام اعظمیم، امام اعظم همتری در سال نو خلافکار میکفان و کودکای شما مسلمان هستن. اصلا همون بدبختی که از خطای ایره میرن عیب همون بدبخت است اولا. لکن امروز اکر هست در قانون باید که چسکوای ملیسه و قپاو را یکمان مثلا جریمهش بکنن. امروز شما از خدا بترسین، نه از ملیسه و پرکرار و سود و که گیبه، از خدا بترسین. و چی حال هستی؟ در هر کوچه که برید طرق میکفونه میپرتوه، توپ دخترچه و بچه‌چه را میبینید. آخه اونها نه، اونها پدر و مادر دارن یا نه؟ از اما 8 تا 9 تا زاییدن در یک تا بزا تربیت شد که مسلمان، یک نفر 2 تا بزا همون را تربیت شد کن. 2 تا دختر داشته باش، دختری با سطر، با حجاب، مسلمان، پاک دامن، هنرمند، با سواد، با عقل، با مدنیت، با معرفت، خوش زبان تعلیم و تربیت بکن در یک جوان مسلمان تی. یا 2 تا پسر داشته باش و تعلیم و تربیت خوبش بکن، علم بگیره، پیشرفت داشته باشه. و با همون خلافکار کفانی خاتمه و شما پیشرفت میکنیم. بعد امروز اگر در یک صدای امر معروف بلند شود، چسکه‌های میدوه، وکیل میدوه، ملیسه میدوه، و بس کنه گپ نزنه که مردم ویران میشود، خدا و رسول خبردار شود. شهر الحمدلله خوب کشلاق‌ها، این کشلاق‌ها و دیهات‌ها نعوذ بالله یک همین برگادیر چشم میگوی که پرزیدنت باشه، یک برگادیر چشم در همون خانه که تعام میپزد در سر دیگ میرد چوب کردگی است میتا، اما چساوت دنیوال موری در همونجا استودگی که حقوق تزیون نکن. این چی حال هستیم؟ این گروه آدمان رخنه در همین حکومت در همین تنظیم میکنن. و تنظیم برای نیست که شما برید دل مردم آزارده کنین، او را بگیرین توی او را مصیبت خطی گرفتار کنین. در یک خانه در یک قشلاق روز رفته گیردید، یک خانه آدم همگی او را نمیگم که نام شهر، یک خانه آدم همگی در اونجا 10 نفر است. صحبت رفته است در اونجا، یک کارکن شما 10 نفر آدم است. او بدبخت حال اون قانون تنظیم ندیده است، به سواد خونده نمیتونه که در اینجا شما صحبت نکنید. نه میکروفون است نه چیزی نیست، توی است 10 نفر صحبت کرده است در اونجا، شما نکنین ایرا. این نمیفهم که دیوانه هستی، جهود هستی، عاقل. این نخواد یک آدم ساق سالمی یگان با سواد در همون محلات نباشه او را گماشته نکنه در این وظیفه ها. دیوانه را برده در همون جمعتای کار دانندگی هستن. چند نفر میروه عصبش خراب میکنه. این چی حال هستی؟ شما آگاه باشین.
همه تان خانه هاتان نگاه بکنین و بدانید که همون پولی که یک سامانی که در خلاپوشکا داده در روز قیامت در نزد خدا محکمه خدا حاضرت میکنه که من به تو عطا کردم نعمت من در چی صرفش کردی؟ پول خدا به شما عطا میکنه شما در خلاپوشکا صرفش میکنید در همون خیطای همون بیبرارشان اگر در یک ترقص شود اگر برده چنان جریمه ایش میکنه که خوردگی و شرپتکای بنش میبرارد او را میبرارشون بعد ابله‌ها گرفته به این طرف میبرانش او تاجی ملت است آخی کجا شدید مدنیت اولاد اسماعیل سامانی هستین اولاد علی همدانی هستین اولاد امام اعظم هستین و چی رفتار هستین در خانه کتاب خوانده نمیشه درس خوانده نمیشه در قد کوچه اگر آرام بوده از چند طرف ترقا پرقه چند سال پیش یک زن در چند تا پرتافتن در پیش پاش حتی گودک کودک پرتاف حمل شو ایران کرد همین کار است برای شما مسلمان ها یک دختری دیگه در یک توی پرتاف دادن چشمش کورشی در چشم زد کافی چشمش کورشی چشم که دیگه او را نمیتونه او یافته کورشی با یک خلاپوشکا پتی سالی گذشته چند سال پیش دیگه در کوچه یکمیمه یک خانه ای طریق ویش که در هوا میپره رفت در کهدان یک مسلمان خانه و درش سوخت خاکستر شد این مسلمانان چی کار هستی؟ همون بدبخت هایی که در بازار سودا میکنن شما من کنین اولا نه ملیسن نه کگیده و پرکرو شما من کنین همون بدبخت که تو مسلمان هستی یا نه این چی حالت هستی؟ و بجای پولی او حالا که همون کودکی در همون قدیر همون ترقا پرق میکنه کلوشی کندگی داره بلیش ریختگی کردوش کندگی در مکتب میره نه روشکه داره نه دفتر داره همون اون مادری همون کجا رو نگه میکنه اون مادر پدری او کجا رو نگه میکنه چیگونه همون مادر و پدر گفته میشه نمیشه که پول خلاپوشکا رو روشکه بگیره یا دفترش بگیره یا یک کتابی بدیش بگیره بخونه از صنف چهارمی ما هم این مکتب خونده در صنف چهارمی ما علاقه در یک سال 100 کتابی بدیهی میخونیم 100 کتابی بدیهی میخونیم او کجای روز کتاب درسی خودش نمیکنه طلبه این چیزا رو اهمیت بودین سخت بگیریم شما همه تان وقتی که نمازخوان و جمعه خوان هستین شما مردم عاقل هستین نمانین رو در قدر کوچه من کنین بگی از دست کودک به پیش پدر و مادرش بریم پدر تو چی گونه آدم و مسلمان هستی عاقل هستی این کارا رو نکنیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین در اینجا خیلی هم سوال های دیگر آمادگی هستن انشاءالله وقت تمام شدگی است یک مادر از این محله 30 سومانی روان کردن گفته است در حق خودم و شوهرم و پدر و مادرم دعا کنید و نام مرا نگیرید خداوند جل جلاله این مادر در خاندانش برکت عطا بفرماید و خودش توفیق ایمان و اسلام نصیب